در هفته گذشته جمعی از نمایندگان پارلمان بریتانیا، فرماندهان سابق ارتش آمریکا و وکلای سازمان مجاهدین در نشستی در لندن شرکت کردند که هواداران سازمان مجاهدین خلق ترتیب داده بودند. دستور کار این نشست پیدا کردن راهی برای تأمین امنیت ساکنان اردوگاه اشرف بود و از سازمان ملل متحد، آمریکا و بریتانیا خواسته شد در این زمینه کمک کنند. با فشار دولت ایران و عراق قرار است اردوگاه اشرف تا 3 ماه دیگر برچیده شود و افراد آن به اردوگاه دیگری بروند تا در آنجا امکان پناهندگیشان به کشورهای دیگر بررسی شود. ژیار گل گزارش می‌دهد. سازمان مجاهدین خلق ایران میگوید کمپ اشرف پایگاهی است برای مبارزه خلق‌ها علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران. دولت عراق میگوید این کمپ بخشی از خاک عراق است و باید بسته شود. برای دیدار از کمپ اشرف به عراق رفتم. با اسکورت نیروهای امنیتی عراق توانستیم تا چند قدمی یکی از درهای این کمپ برویم. نه دولت عراق اجازه سفر مستقل به ما داد، نه سازمان مجاهدین خلق اجازه ورود به این کمپ. تنها راهی که ما بیایم اینجا اینه که با دولت عراق بیایم. از طرف دیگه سازمان مجاهدین حاضر نیست به ما اجازه بدیم که بریم داخل کمپ و خودمون با چشم خودمون ببینیم که واقعیت چه خبره. این خانواده ها ماه هاست جلوی کمپ اشرف هستند. آنان میگویند بستگانشان که عضو سازمان مجاهدین خلق و در کمپ اشرف زندگی می کنند اجازه دیدار با آنان را ندارند. اما سازمان مجاهدین خلق میگوید اعضایش نمیخواهند بستگانشان را ببینند، زیرا آنان نگرانند نیروهای امنیتی ایران در قالب خانواده ها وارد این کمپ بشوند. یه دفعه دیگه آمدم نذاشتن ببینمش. مرتضی برای تو کار اومد ترکیه، گولش زدن آوردن تو مجاهدین. 2 ماه بعدم مصطفی رو از تو خونه اومدن آوردن. دیگه ما از اینا خبردار نشدیم تا سال 82 خود اطلاعات و انجمن نژاد ما رو آوردن اینجا برای دیدنشون. برای آگاهی از وضعیت داخل کمپ اشرف به بغداد بازگشتم. ما الان در کراده، یکی از محلات بغداد هستیم. به طرف یه هتل میریم که چند تن از اعضای سازمان مجاهدین که در کمپ اشرف بودن چند روز پیش اومدن بیرون، قراره با ما مصاحبه کنن. آنان تحت حمایت صلیب سرخ بوده و مسئولیت امنیت آنان به عهده نیروهای امنیتی عراق بود. کمپ اشرف، شما اصلا BBC رو میدیدید؟ نه. ما نه BBC بلکه هیچ رسانه دیگه رو یعنی هیچی ما نمیدیدیم. اونجا خیلی سانسوره. خب ببین اینترنت، ببین تلفن هم بلد نبودیم. اینجا الان داریم یاد میگیریم. حدود 10 سال تو سازمانم. خب حتی صدها بار تقاضا کردن که با خانواده میخوام صحبت بکنم ولی یه بار هم مثلا این موضوع قبول نکرده از من. گفتن کسی که میاد تو سازمان مجاهدین باید پشت دست قیچی کنه. خانواده ها میان که ببینن. اصلا خود اونایی که داخل کمپ حاضر نیستن با خانواده‌هاشون ملاقات کنن. نیست. دست خودشون که نیست. اونجا حتی خندت به فرمانه. مهدی نادری در سن 17 سالگی به سازمان مجاهدین خلق پیوست و مدت 22 سال در کمپ اشرف زندگی کرده بود. او میگوید ساکنان کمپ اشرف از دنیای خارج از کمپ بیخبرند. من نفرات زیادی رو میشناسم ولی خب به خاطر مثلا مسائل خودشون اسم نمیبرم که واقعا حتی اصلا 1 دقیقه موندن براشون اونجا اصلا جهنمه. ولی هم به لحاظ ذهنی نفر در واقع مجبورش میکنن که دوباره به طور موقت بلو دست از این خواستش برداره و بعد هم فضایی که از بیرون از اشرف میدن گویی که بهشت خدا اشرفه، خارج از اشرف هستی که هر چی که هست جهنم و جهنم و جهنمه. محمد کریم میری نیز 10 سال پیش به کمپ اشرف رفت و چند روز قبل از دیدار من با او این کمپ را ترک کرد. چی خورد؟ تیر مستقیم میزنه. او در حمله سال گذشته نیروهای عراقی به کمپ اشرف از ناحیه شکم و پا زخمی شد. به نظر تو چه عاملی باعث شد اینایی که جلوی این ارتش وایسادن، اسلحه نداشتن، جلوش وایسادن؟ اونجا داستان اونجا خیلی فرق میکنه چون خیلی ها هستن وابسته به این فرقه، واقعا خیلی هم ایمان دارن. آره. بعد اصلا آیه قرآن رو طوری تفسیر میکنه که گویی اصلا این آیه قرآن برای سازمان مجاهدین و برای مسعود رجبی اومده. در گذشته رهبران سازمان با هر گونه جابجایی ساکنان کمپ اشرف به شدت مخالفت میکردند.
تا زمانی سازمان مجاهدین به حساب خودشون، سازمان مجاهدین که اینها در کمپ اشرف اونها رو محصور و یک انسانهای به اصطلاح بمباران شده، تحمیل شده، چی بگم، به حالت ماشین در اومده رو داشته باشن که با فرمان بلند بشن، با فرمان بخوابن. پس از درگیری نیروهای امنیتی عراق در آوریل سال گذشته با ساکنان اردوگاه اشرف، دولت عراق میگوید ساکنان کمپ بایستی تا پایان ماه آوریل امسال این کمپ را ترک کنند و به جای دیگر منتقل شوند. تصمیم دولت عراق بستن کمپ و انتقال ساکنانش به جای دیگر است. ما با صلیب سرخ و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز همکاری می‌کنیم. ما هیچ علاقه‌ای به درگیری یا شهادت طلبی دیگران نداریم. سازمان مجاهدین خلق میگوید 5 میلیون عراقی با امضای توماری خواهان بسته نشدن کمپ هستند. این سازمان در میان سنی‌های عراق طرفدارانی دارد. قوانین بین المللی حقوق ساکنان کمپ را به رسمیت شناخته و بایستی جامعه بین المللی راه حلی برای این کمپ پیدا کنند. آنها مردمان بی سلاح و بی دفاعی هستند و کسی حق ندارد به آنها همچون گذشته حمله کند. اگر دوباره به این مهمانان حمله شود و آنان را بکشند، این برای ملت عراق شرم‌آور خواهد بود. رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران اخیراً با توافقنامه دولت عراق بر نماینده ویژه سازمان ملل متحد و انتقال اعضایش به کمپی دیگر و نهایتاً انتقال به کشورهای غربی موافقت کردند. باید دید در صورت بسته شدن کمپ اشرف آیا سازمان مجاهدین خلق خواهد توانست انسجام اعضایش را حفظ کند؟ ژیار گل، BBC، بغداد.